بچه می مشتری ما پولدار است، از او خوبایش بته، اونا را بته از اونام بته. اما دیگه چی شد که گفتم جایزه اسکار بگیره، از امو بته، او چی از او هم بته، از دیگه شان بته. خوب است، آفرین. نه کار یاد میگیری آیستا. نامت چی است؟ پنار. بسیار نام مقبول است. بله تجارت هم میخوانم. در اوقات بیکاری چی میکنی؟ دیزیر بچه کار میارم. همیشه اینجا میایین؟ بله همیشه هم اینجا میایم. خب شما به خاطر چی اینجا آمدین؟ بچه کار دادن رفقی آمدیم. او گدام چهارم که در پیش است نه، به نظرم که همو جسته. فهمیدم مامر صاحب. با همو گدام برو منتظر باش. منتظر چی باشه مامر صاحب؟ منتظر باش تا اونا تو رو مشتری فکر کنن، خدا برات نشان بتن. فهمیدم مامر صاحب. علی تو خوب هستی؟ خوب هستم. لطفاً در قصه گپای یاوز نشو. یک آدم راکس هرچی دلش خواست میگه، بسیار آدم عجیب است. میفهمم. میفهمی؟ راستش یعنی متوجه شدم که یک آدم عجیب است. خسته نباشین دوستان. خسته نباشین. اینگین تا حال از ماموریت برنگشته؟ نه خیر تا هنوز نامد آمد صاحب. درست است. آمده مامر صاحب. چی شد بچه؟ او جلکارا را دستگیر کردی؟ نه خیر، متاسفانه که نتونستم دستگیرشون کنیم. خدایا چرا بچه؟ چرا که دیگه افراد جلکار نمونده بود مامر صاحب. دمو بار اول تمامشون دستگیر کرده بودیم. باز بعد 2.5 ساعت دیگه در داخل منتظرشان بودم. 2.5 ساعت؟ کسی نیست؟ ما یک مشتری هستم. ببینین ما بسیار زیاد دیویدی میخرم. توبه اینو دیدی؟ ما احساس میکردم که در داخل 4-5 نفر دیگه هم از هم ما حتما اشتباه کرده بودم. سرم اخو کار نشدی بچه؟ نه خیر آمر صاحب. بیاز وظیفه ما بجا آوردن امر شما است. بله آفرین. ببین از میال پیش ما ارزش پیدا کردی بچه. اگه از مالیدن این چیزای نجس در سرت منصرف شوی 100% یک بچه خوب میشی به خدا. فعلا 85 تا 90% هستی و هم به زور. الا سوفیا کجاست؟ بایکش هم نیست. امرای ما یک دختر موی زرد آمده بود، دو را ندیده؟ امرای ما یک دختر آمده بود، دو را ندیده؟ نه خیر آمرسم، نه خیر نه. امرای ما یک دختر موی زرد آمده بود، دو را ندیده؟ نه خیر از اینجا تیر نشد؟ نه خیر آمرسم، نه خیر نه. بچه ها امرای ما یک دختر موی زرد آمده بود، شما او را ندیدین؟ نه آمرسم. هیچ کس او را ندیده؟ او بخار شده به هوا رفت. ما امرای او شیشک میفهمم چی کنم. دختر ما کجاست؟ شما را میگم دختری که براتون تسلیم کردم چی شد؟ جواب بده. به نظرم فرار کرده عمر صاحب. میگی به نظرم فرار کرده عمر صاحب؟ از اینجا از این شعبه فرار کرده ها؟ حسابی را بعدا ازتون میگیرم. پدرم زنگ بزن بگو بیایم مرا ببره. وضعیتم بسیار خراب است. درست، تو کم استراحت کن. ما با پدرت زنگ بزنیم. تشویش نکن.
معذرت میخوایم. ما یک زنگ میزنم. بعدا میریم یک چیز میخوریم. کمی به تشویش خواهرم هستم. با یک دوست خود به خاطر یاد گرفتن رانندگی رفتن، اما تا حال نامدن. به تشویششان شدم. مشکلی نیست. تو کارت کن. بیا زما گشتن نشدی. حالا دیگه حالا صدقه چه و میرم بونش که هم وضعیتت خوب شه و حالا ببین بسیار ناوقت شده. حالا علی بیادار حتما به تشویش شده. اگه کم دگام دیر کنین باز به خاطر که تو نوشیدی جدا و به خاطر که دیر کردین مرا جدا خواد گاش ایرا بونش زنگ زد. با خدا امو زنگ زده. ببینم بیادرم زنگ زده. بس نمرش کرده. چپ باش بله بیادر. شب شد بچه، شما کجاستین؟ شب شده واقعا؟ هیچ متوجه نشدیم بیادر جان. خب نمیفهمیم که ما چه قسم غرق تعلیمات رانندگی خود شده. حالا دیگه زود بیاین. در این طوری که شب کسی رانندگی را یاد نمیگیره. بله راستش تمرین ما وقت خلاص شده بیادر. یعنی آیشه گل خواهر ما گوش نشده بود. زیاد اصرار کرد که لطفا ما زیاد گوش نشدیم بیا که اینجا یگان چیز بخوریم باز بریم. خب ما چی میکردم؟ نتونستم قلبش بشکنم. آقای محترم یک دقیقه. در یک جای کاملا ساده، در یک جایی که اصلا عاشقانه نیست، در یک جای واقعا خشره توقف کردیم و یگان چیز میخوریم. خب ما تا 20 دقیقه دیگه اونجا میرسیم بیادر. درست است. زود بیاین. امشب من موتر کار دارم. درست است بیادر. اوه خدا! تیمور اونجا چی جریان داره؟ چیز نشده بیادر. چی باشه؟ سر مکم آب ریختن. این شیشه کجا رفته باشه؟ امرای ما بیا. ما ساعت 2 به تصفیه او گدام رفته بوده. خب در اون صورت سوفیا بعد از ما برآمده. تصاویر بعد از ساعت 2 بجه را ببین. ها اونجاست. کجاست بچه؟ اونجاست. او خب هستم. کم عقب میایین؟ ببینی؟ شیشک. ببین برآمد. زنده باشه. تشکر دوستا. خواهش میکنم. روز خوش.
ای آهنگ آیشگل میخونه؟ نه خیر بیادر، تو چی میگی؟ فقط آیشگل دیوانه است که به مورد دفتن آهنگ بخونه. اینجا موسیقی روشن کردن، از او خاطر صدای آهنگ میآید. تلفن با آیشگل بده، زود باش. آیشگل دفتن در دستشوی رفت بیادر. اما همی که آمد میگم برات زنگ بزنم. درست است. به هر صورت لازم نیست که زنگ بزنم. همی که آمدین باز جزایتان تعیین میکنم. بله بیادر، این قسم با نظر ما بهتر است بیادر. زیاد جلاب نکن، به احتیاط بیایید. بچشم بیادر. این تیمار ما بسیار جالب است. همراه ما در اینجا موترشویی میکنه. یک بچه هوشیار و رموز فام است. اصلا از گپم سرپیشی نمیکنه. علی بیادر مرا خود کش. من اول شکم لغت خود کرد و تو که دلش میخواه لط میکنه تا نفسم برای. حالا بیا که بره. بیا. اوه خدای من بانو ربان. بیا دیگه، بیا بریم از اینجا. هنوزم با فکر نوشیدن است. بریم. هیچ گپ کسی را گوش نمیکنه. از کس هم نمیترسم. مام نمیفهم طرف کی رفته. انگل امر کنین آمر صاحب. زود به مرکز برو و تمام واحدا برسان که در جستجوی صوفیه باشن. بگو در هر جای دیدن همراه خود بگیرنش، حتی دستش ولچک کنن که حساب خدا بفهمه. آمر صاحب، راستش یک راه آسان است که میتونیم موقعیت صوفیه را پیدا کنیم. چی قسم؟ میتونیم با شماره موبایل زنگ بزنیم. چرا در فکر من نگشت؟ البته دیگه چند روز میشه چیزای تون میخورم. آفرین انگل، خوب فکر کردی. زنده باشین آمر صاحب. اما پیش ما شماره تلفنش نیست. تشویش نکنین، پیش ما آمر صاحب. آفرین، شعرم هستی. زود برای زنگ بزن، زود. احمق، کلالشم. شماره تلفن سوپیا پیش تو چی میکنه؟ نخیر آمر صاحب، وقتی در سیلونیک بودیم، یعنی وقت طرف هواپیما میرفتیم، همی که شما به دستشویی رفته بودین، ما تو شماره که دیگه ما را گرفتیم که اگام وقت زنگ بزنیم. یعنی شماره تو هم پیش او است؟ بله. لوده کلالشم، دعا کو که من دیگه کار دارم. اگه وقت می داشتم باز گوش های تدهی دیوار میخ میکردم. بیازو امیاله، تمام دعایی را که یاد دارم در دلم میخورم آمر صاحب. زود برای زنگ بزن لوده. بچشه. این دیگه کی است؟ چی شد؟ قطع کرد. اما چطور قطع کرد؟ امکان نداره، دوباره زنگ بزن. این چی قسم رخ میشه؟ بگی زنگ بزن. تلفن خاموش کرد. این دختر مرا دیوانه میسازه. ما چی قسم را پیدا کنم؟ راستش اگه فکر کنیم یک راه دیگه موجود داره آمر صاحب. چی است؟ زود باش بگو چی است؟ ولو که چند تماس ما را قطع کرده، اما یک علامت به سیستم عامل ما روان شده نی؟ یعنی از طریق سیستم عامل میتونیم موقعیتش تشخیص بدیم. جدی میگی بچه؟ جدی میگم آمر صاحب. آفرین انگی. در کارهای تکنیکی خوب فکرت کار میکنم. بله آمر صاحب، کم کم میفهمم. اما فکر نکنی شما را گرفتن تا فراموش کردی. یک بار صوفیه را زنده و سلامت پیدا کنم، بازو وقتی قسم سرت در دیوار کش میکنم تا جرقه پیدا کنم که مردم فکر کنن ستاره دنبالدار تیر میشه. فهمیدی؟ درست است. او شماره امیال از تلفن تو باید دست شوه، حذف شوه. چی شوه؟ حذف شین و گرده. فریب نمیخورم. اگه حذفشم کردی باید فراموشش کنی. اگه نه شفتارت میکنم. چی گفتم؟ شفتارم میکنی. اونه او دیگه چی بود؟ باید فراموشش کنم. فراموشش کن.
حالا از تو منصرف شوام یا که همچنان برای خود ادامه بودم. اما ما خود موتور دو طرف عقب پارک کردیم. آیشه گل تو اینجا بیشین و منتظر ما باش. از اینجا هیچ جایی نمیری فهمیدی؟ ما میرم موتور گرفته زود پس میرم. درست است؟ منتظر ما باشی تکان نخوری. خدا را شکر که سر موتور ما باز است. یک کمی هوای تازه تنفس کنه باز به خود میه و خوب میشه. موتور ما کجاست بیادر؟ از داخل خبر دادن که شما بیرون شده. ما موتر در دست شاگرد پیش دروازه روان کردیم. درست است. تشکر. همیال همیجا یک دختر چشته بود و کجا رفت؟ در موتر خود سوار شد و رفت. در موتر خود سوار شد و رفت؟ بله. اوه خدای من. تو چی کردی بیادر جان؟ تو چی کردی؟ به یک دختر نشکست موتر تسلیم میکنه ها؟ من چی میفهمم دیگه؟ خانم محترم برام بخششی داد و موتر گرفت و رفت. ها تو میفهمی که او خواهر کی است بچه؟ درست است باز میفهمی. این موتورسایکل است؟ بله. حالا از ما است. علی این دختره چی شده؟ اما هم کمی با تشویش شدم. ساعت چند بجه شده؟ سلام دخترم. سلام خانم. علی جان شب شد، هوا تاریک شد، اما او دختر تا حال نامده. او خدای من، تو اونا را نگاه کن، اونا را کمک کن که از اربلا نجات پیدا کنن. تشویش نکنین مادر جان. ما چند لحظه پیش برشان زنگ زدم، گفتن امرای تیمور در کدام جای غذا میخورن، تا چند لحظه دیگه میرسن. خداوندا هزار بار شکر. علی جان ما حیران ماندیم که دفعتاً این موضوع رانندگی از کجا پیدا شد. زیاد اصرار میکرد که میخوایم رانندگی